در یک نشست خبری که امروز 26 اکتبر در مجلسگاه مهمانخانه هیئت رجنسی دوشنبه برپا گردید، ذکر شد برای راحت یگانه به مرحله نهایی قهرمانی فوتبال آسیا میان دختران تا 19 ساله در مسابقه انتخابی در گروه دی در دوشنبه دسته‌های منتخب زنانه تاجیکستان، ازبکستان، هنگ کنگ و تایوان مبارزه می‌برند. سرمربیان دسته‌های شرکت کننده این مسابقه به خبرنگاران درباره آمادگی تیم‌های خود به بازی‌ها اطلاع دادند. قناعت لطیپوف سرمربی منتخب زنانه تاجیکستان گفت که دسته‌اش به این مسابقه آماده است. Я должен сказать, что мы набираем международного опыта, во-первых. ما در این مسابقه اولین تجربه بین‌المللی کسب میکنیم. بعدا در هر یک بازی میکوشیم که به مخلصانمان فوتبال زیبا و تماشاباب نشان دهیم. کوشش میکنیم که در آینده فوتبال زنان را رشد بدهیم. درباره رقیبانمان گفتنیم هر سه دسته‌ای که به دوشنبه آمده است برای غالبیت امکان خوب دارد. Все три команды являются фаворитом. با گفته کارشناسان دسته منتخب زنانه ازبکستان مدعی اصلی راحت یگانه به مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا می باشد. ولی سرمربی این دسته بهرام نورسفرов ابراز داشت که در این گروه همه تیم ها امکانی غالب شدن دارند. ما به هر سه بازی هم از جهت روحی و هم از لحاظ جسمانی آماده ایم. برای ما دسته پرقوت و سست نیست. میکوشیم که سزاوار بازی کنیم. برای دختران ما نیز این مسابقه یک تجربه خوبی بین المللی می شود. Достойно выступить. Также этот турнир для наших девочек тоже опыт. Сегодня проездился. ضمناً بهرام نورسفرов که در زمان شوروی در دسته وحش قرغن‌تپه بازی کرده است گفت پس از 25 سال او باز به تاجیکستان آمده است. Я знаю, что здесь любят очень футбол. Люди, которые من میدانم که در تاجیکستان فوتبال را دوست می‌دارند. با فوتبال زنانه هم توجه ظاهر کرده می شود. مخصوصا خواهش دختران به بازی فوتبال خیلی زیاد است. что именно желание здесь, очень большое желание. Как он сейчас отметил. بازی‌های مسابقه انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا 2017 میان دختران تا 19 ساله در گروه دی از 27 تا 31 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می‌شوند. در نخستین دوره مسابقه روز 27 اکتبر تایوان با هنگ کنگ و تاجیکستان با ازبکستان رقابت می‌کنند.